درود دوستان، چطورید؟ به این ویدیو خیلی خوش اومدین. در این ویدیو میخوایم ببینیم که آیزن کیه، چه قدرتهایی داره و اصلا بانکایش چیه و اگه بانکای داره اسمش چیه و اصلا بانکای داره یا نه. برای دونستن این موضوعات تا پایان این ویدیو با همراه باشید. بریم که شروع کنیم. آیزن بدون شک جزوی از محبوب ترین کاراکترهای بلیچه، حالا چه توی کامیونیتی فارسی و چه توی کامیونیتی انگلیسی. آیزن به هیچ وجه، یعنی توی حالا این تایملاینی که 70 جلد بلیچ، به هیچ عنوان ما بانکایی از آیزن ندیدیم. به همین دلیل نمیدونیم آیزن بانکایی داره و نمیدونیم نداره، یعنی طبیعتا نامشخصه و شما تو هر منبعی که برید و در هر تاریخچه‌نامه‌ای از آیزن که برید در بخش بانکایی زده نامشخص. پس تا اینجا میفهمیم که آیزن هنوزه بانکاییشو نشون نداده و ما نمیدونیم که اصلا بانکایی داره یا نه. با این حال آیزن قدرت‌هایی داره که در صورت نبود بانکایی بهش کمک میکنه. مثلا آیزن استاد دستکاریه. آیزن از زمانی که خیانت عمومیشو به سول سوسایتی معرفی کرد که مثلا مردی به شدت کنترلگراییه، اون میتونه اطرافیان خودش رو به روش‌های مختلف، حالا برای هدف‌های مختلف، میشه گفت فریب بده و در بخشی از نقشه خودش بچینه. حالا جمله معروف آیزن هم اینه که شما همتون جزوی از نقشه من، یعنی همه چیز رو از قبل برنامه ریزی میکنه و همه چیز رو از قبل میدونه. یا مثلا آیزن استاد استراتژی و تاکتیکه. آیزن تا الان در انیمه و مانگای بلیچ ثابت کرده که یک استراتژیست ماهر و منعطفه و به طور یک پارچه خودش رو با هر موقعیتی یکی میکنه. یعنی مثلا اگه توی موقعیت سخت باشه، خب اون روی سختش رو نشون میده، اگه توی موقعیت راحت تر باشه خودش یه جوری رو شل میگیره. این حالا یه مثال خیلی سطحیش بود. از اون طرف هم آیزن استاد شمشیرزنیه. آیزن در فصل اول انیمه یک شمشیرزن به شدت ماهره که یه جوری میشه گفت قدرت خیلی زیادی داره، قدرت بیشماری داره. اون میتونه حملات به شدت زیاد، قدرتمند و دقیق رو انجام بده و اهداف به شدت دقیقی داره. مثلا اگه الان قلب شما رو هدف بگیره، سریع و قوی تر از همیشه به قلب شما دقیقاً به همون نقطه ضربه میزنه. با این حال مهارت اون به حدیه که میتونه تقریباً همزمان با 4 تا کاپیتان که 2 نفر از آنها از بانکای استفاده میکنن و 4 ویسورد که 3 نفر اونها کاپیتان های سابق گوتی 13 بودن بجنگه. که حالا همین به تنهایی نشون میده که آیزن در فرم اولش فقط با یک شمشیر چقدر میتونه قوی باشه و دلیل پرطرفدار بودنش هم همینجا یه جوری مشخص میشه. یکی از قدرت‌های آیزن که جزو از قوی‌ترین قدرت‌هاشه ریاتسوه. آیزن زمانی که محروم شده بود به دلیل چی بود؟ به دلیل تکنیک ریاتسوش بود. انقدر که این تکنیک قوی شد که مجبور شدن از صندلی مهار کننده ریاتسو استفاده بکنن. نیروی آیزن انقدر زیاد بود که اون بدون هیچ تلاش تونست اسپادای شیشم رو به زانو در بیاره. یعنی مثلا رسما بدون هیچ تکونی، بدون هیچ جنگی، بدون هیچ دعوایی، همینجوری انرژیشو آزاد کرد و اون مرد به زانو در اومد. آیزن در کنار تمامی قدرت‌هایی که من بهتون گفتم جاودانه است. به دلیل تعامل و آمیختگی اون با هوگیوکو، اون تونسته در جاودانگی رو به دست بیاره که به اون اجازه میده تا آسیب‌های ناشی از موگتسوی ایچیگو، البته به بهای قدرت‌های هوگیوکوی جدیدش رو احیا کنه و 24600 سال زندگی کنه. یعنی آیزن در کنار اینکه به شدت قوی، عمر جاودانه و یه عمر به شدت زیادی داره، ولی خب جزوی از ضعف‌هاش اینه که بانکایش همچنان نامشخصه و خیلی ها میگن بانکایی نداره، چون طبیعتا اگه داشت باید در طول انیمه نشون داده میشد. نظر شما چیه دوستان؟ نظر خودتون رو حتما در کامنت ها برای من بنویسید. و به پایان این ویدیو رسیدید. اگر از انیمه بلیچ و یا از کاراکتر آیزن و یا کلا از دنیای انیمه خوشتون میاد، خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر ویدیویی راجع به دنیای انیمه ساختیم به شما اطلاع داده بشه. تا درودی دیگر، بدرود.